بعد حمد خدا و درود و رحمتی بی پایان بر روح پیامبری بشیر و نذیر، سرور کائنات، مفخر موجودات، تمیمه دور و زمان، منجی عالم بشریت، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز بسیار روزی با سعادت، پرفیض و با برکات است که الحمدلله که خداوند شکر و سپاس و ستایش میگوییم که ما و شما را به این روز رسانید. یعنی روزی که در این روز از اول تا آخر یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، از تاریخ او گفت شنید و نظم‌های قاری‌های بلبل صفت و سخن علما انشاءالله که شنیده می شود. روزی هست که در این روز و در این ماهی که ما و شما قرار داریم، بهترین مخلوق پروردگار، بهترین شخصیتی که الله ذوالجلال او را خلق کرد به دنیا آمده است. این ماهی هست که این ماه به گفته بعضی از بزرگان ماهی هست که فضیلت این حتی از فضیلت ماه شریف رمضان بالاتر. و چه خاطر؟ به خاطری که در این ماه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. حضرت بزرگوار در این باب حضرت مولوی می فرمود: سوره و لیل دیدم وصف گیسوی شماست، و ضحی خواندم سراسر نسخه روی شماست. پایه پایه تا به سوی قاب و قوسین آمدم، چون نظر کردم صفات طاق ابروی شماست. حرف حرف سوره یوسف رو خواندم شب، ذره از آفتاب حسن دلجوی شماست. آن روایت ها که میگویند از خلق عظیم، دفتر اخلاق دیدم سر به سر خوی شماست. البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد کردن او، صلوات بر روح او فرستادن، اینا چی هستند؟ همه عبادت هستند. از حدیث های گهربار او بیان کردن و بر روح پیامبر صلوات فرستادن، آیه هایی که الله ذوالجلال در شأن او گفته است بیان کردن در این روز مولود، البته که چی است؟ همه چی هستند؟ عبادت هستند. و شوق و ذوق و محبت بنده نسبت او زیاد می شود. حضرت علامه لاهور می گفت: دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. چون نفس در سینه او پروریم، جان شیرین است او ما پیکریم. من ندانم مرز بوم او کجاست، اینقدر دانم که با ما آشناست. ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پای او رسان. دامنش از دست دادن مردن است، چون گل از باد خزان افزردن است. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. سینه ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبه را گل شد چراغ. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. البته که این جمع ما، دوستی ما، اتحادی ما، اتفاقی ما، همه طفیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه، صحابه پیامبر مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیان میکند که خب چند وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم ندید و به یاد پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار رنگ و روش تغییر یافت. بعد از آن
وقتی که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم ثوبان دید رنگ رو تغییر یافته، تغیرت لونه، لونش الکی تغییر یافتگی بود، رنگش و بسیار لاغر شدگی بود. بعداً پیامبر صلی الله علیه وسلم در چشمهای نرگسین ثوبان اشک چکار کرد؟ جاری شدن شدید و حبیب خدا پرسید که ای ثوبان چی حال داری؟ ای ثوبان چی تو را به گریه آورده است؟ کدام حال است که تو از این بسیار لاغر هستی، غمگین هستی، اشکهات جاری است؟ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه بیان کرد که یا رسول الله، از ندیدن تو بسیار در رنج هستم و به خود امشب فکر کردم که اگر مشتاق جمال جهان‌آرای شما باشم یا رسول الله، در نماز آمده شما را میبینم. اگر به شرطی که بسیار محبت زیاد شد به مسجد آمده میبینم و هر کجا هم که باشی آمده تر زیارت میکنم، دستهای مبارک تا میقپم، چهره مبارک تا تماشا میکنم. اما از این ترسان هستم که فردا روز قیامت آمنا و صدقنا که یا رسول الله تو در درجه چی هستی؟ بسیار بسیار بالا هستی، در علیین هستی، در جایی که پیامبرا هستند و من چی از شاید که در اون مرتبه و فضیلت نداشته باشم و در اوج دیدار شما نباشد. ببین، هم در دنیا و هم در آخرت هم غمی او را میخورد، لاغر میشود، رنگ تغییر مییابد، به خاطر که در آخرت از پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی دور نباشم. پیامبر مرتبه والا است، مقام والا دارد، اما من اون مقام ندارم. شاید که گفت در اوج دیدار تا نبینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن شنیده بود که آیه مبارکه سوره مبارکه نساء آیت 69 و 70 حضرت جبرائیل علیه السلام آیه مبارکه را فرستاد که استعذ بالله و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله. آیه کریمه ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظیم. الله ذوالجلال جواب ثوبان گردانید. آیه کریمه فرستاد که و من یطع الله و رسول، هر کسی که بنده های من در دنیا از شما اطاعت الله داشته باشد و اطاعت رسول الله داشته باشد، این خیل گروه الله ذوالجلال گفت همراه کسانی هستند روز قیامت که اونا کی هستند؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. پیغمبرها، نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین، اینا هر کدامش یک فضیلت و مرتبه عظما دارند. بعضی از مفسرها گفتن که نبیین یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، صدیقین و مثل صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. خب صدیقین و شهید کی است؟ حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی. و صالحین سایر چی هستند؟ اهل اصحاب. یعنی روز قیامت هر کسی که اطاعت خدا و پیامبر داشته باشد همراه اینها چی است؟ در جنت هستند، در جنت هستند. این چی فضل مرتبه است؟ ذلک فضل الله، این فضل پروردگار است. از جانب پروردگار یک فضیلت هست که این خدا با همه نصیب نمیکند. برادرای عزیز، اطاعت خدا، اطاعت رسول الله را ببین مرتبه و فضیلتش تو چی اندازه است. و محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم ببین که یک سخن ثوبانه الله ذوالجلال از بالای 7 قبت آسمان آیه کریمه را فرستاد که تو غمگین نشو، که ای امتی محمد صلی الله علیه وسلم غمگین رنجور نشین.
هر کدامی که تو محبت پیامبر داشته باشی، اطاعت خدا و اطاعت رسول داشته باشی، فردا روز قیامت همراه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین محشور میشه، در جنت همراه اونها هستی. و البته که محبت پیامبر و یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چی هست که فقط یک شنیدن گوش کردن رفتن نیست، فقط یک همی که بگیم که بسیار گپای خوب زدن و این تمام نمی شود، یا که قاری های محترم بسیار زمزمه کردن، بلبل صفت خوندن، بسیار راحت کردیم، نه، به این تمام نمی شود، بلکه محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم باید در قلب زنها و پسرها و دخترها و کودکای خانه باید ما و شما جا کنیم. این وظیفه ما و شما هست، بلکه این سخنها را رفته به خاندان برسونیم. و این چی است؟ بلکه بعد از شنیدن امر به معروف قاری های محترم عمل کردن باید که دعا کنیم که خدا نصیب من کند. حضرت مولوی رحمت الله علیه بیان میکند که در زمان عصر موسی کلیم علیه السلام، حضرت موسی از بین پیامبران این چی از صفت چی دارد؟ کلیم الله، کلیم خدا. یعنی حضرت موسی کسی هست که خداوند از پس 70,000 پرده با موسی کلیم سخن کرد. الله ذوالجلال خود گواه میدهد و کلم الله موسی تکلیما، سخن کرد پروردگار با موسی سخن کردنی. در عصر موسی کلیم حضرت مولوی بیان میکند، مولوی جنون رحمت الله علیه، که شخصی بود بسیار فاسق و فاجر و بدکار و تبه روزگار و او شخصیت میگه یک روز شد که عمر به بیهودگی و بیراهگی گذراند و از دنیا گذشت. وقتی که از دنیا گذشت بنی اسرائیل همه جمع شدن و مصلحت کردند که ما این را چیکار کنیم. همه به خلاصه آمدن در حضور موسی کلیم علیه السلام که بعضی از بنده ها گفتند که ایرا نمیشویم چون که به شستنم نمی ارزد. بعضی از بنده ها گفتند که به این کفن نمی کنیم چون که کفن برای این حیف است. بعضی گفتند جنازه نمی خونیم که جنازه هم برای این حیف است که از ابتدا تا اخیر عمر به فسق فجور گذرانده است. در همین گفتگزار بودند که الله ذوالجلال بی کام و بی زبان، بی حرف و بی آواز جبرائیل امین فرستاد بر موسی کلیم و حکم خودش به حضرت جبرائیل گفت که بر به پیامبر برسان. وقتی که حضرت جبرائیل علیه السلام آمد به حضرت موسی گفت که ای موسی، الله یقرأک السلام، خدا بر تو سلام میخواند و خداوند بر تو امر میکند که بنده مرا کسی به خوری نظر نکند، بلکه ای بنده مرا بشوین، کفن کنین و پیامبر حضرت موسی کلیم جنازه شو بخوانه و به خانه قبر بسپرین مثل دیگر مسلمان های بهترین. وقتی که حکم از جانب خدا از دیگر تمام کو، حضرت موسی امر کرد اون شخص فاسق فاجر شستن، کفن کردن. پیامبر علیه السلام هم موسی کلیم جنازه شخوان و به خانه قبر او سپردن. بعد از دفن او حضرت موسی دورتر رفت و به خداوند راز و نیاز کرد و مناجات کرد و دعا کرد که خدایا این چی حکمت است. حضرت مولوی بیان میکند که کسی بوده است اندر عصر موسی به فسق و معصیت عمرش سراپا، به روز مرد آن شخصی گناهگار، همه گفتند ما از این شخص بیزار، نشویمش نسازیمش جنازه، چی لازم غسل بر هر استحاضه. بشد حیران کلیم الله زان حال، رسانید جبرائیلش وحی در حال که ای موسی بشد فرمانی باری، نبیند بنده ام را کس بخاری،
به اعزازی تمام و رسم اسلام به خوبی دفن کن زودش سرانجام. حکم شد که یکی را به اعزاز تمام عزت اسلامی قطعی بشوین، کفن کنین، جنازه بخونین و دفن کنین. حضرت موسی حیران شد. پس از مدفون او شد در مناجات. حضرت موسی دعا کرد، دورتر رفت از مردم. پس از مدفون او شد در مناجات که ای حاجت براری اهل حاجات، چه حکمت بود فاسق را بخواندی، ز ابر لطف بارانش چکاندی. حضرت موسی دعا کرد که خدا چه حکمت است که باران لطف بر این شخصیت ریزاندی، ز ابر لطف بارانش چکاندی. بگفت ای زید، الله ذوالجلال در جواب موسی کلیم گفت، بگفت ای زید که آن بنده گناهگار فزون بود گرچه جرمش از خس و خار، به روزه از قضای آسمانی بشد مشغول در تورات خوانی، نظر انداخت بر اسم محمد صلی الله علیه وسلم. زی بوسه زی شفقت بوسه زد از نام احمد، به حق بوسه نام پیامبر گذشتم جمله عصیانش سراسر. یعنی به حرمتی یک بوسه که در تورات نام پیامبر دید، همون فاسق و نام پیامبر بوسه زد، تمام گناه و سهو و خطاش خداوند گفت بخشیدم. بعدا در دوام از نام خداوند حضرت مولوی بیان میکند که حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. به جان و دل محب مصطفی باش، به یاران محمد جان فدا باش. به یک کفگیر دامان شریعت، به دستی دیگرت کسب طریقت. به این دو بال خواهی گشت شهباز، کنی در عالم لاهوت پرواز. ببین که به یک بوسه زدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند اینقدر فضل و درجه و مرتبهش نصیب کرد که اعزاز و اکرام اسلامی قطعی و پیامبر جنازش خواند، او را چیکار کردن؟ دفن کردن. پس چی جایی که ما و شما مسلمان ها این ماهی بزرگوار ربیع الاول، ماهی که در این آفتاب تابان به دنیا آمده است، این ماه دوست بداریم و شب و روز شب با صلوات خوانی ها و از همه اساس پیروی بر سنت او، بر رفتار او، بر کردار او، بر گفتار او داشته باشیم. انشاءالله که خداوند جل جلاله هم دوستمان می‌دارد و هم سهو و خطامون میبخشد. به محمد برسان خیش را که دین همه اوست، اگر به او نرسی این کمال بولهبی است. محمد عربی که خواجه هر دو سراست، کسی که خاکی درش نیست خاک بر سری او. الله ذوالجلال فردا روز قیامت از شفاعت حبیبش بر همه ما و شما نصیب روزی بگرداند. حضرت علامه لاهور پیامبر را وصف میکرد، میگفت چون به نام مصطفی گویم درود، از خجالت آب میگردد وجود. علامه لاهور بیان میکند که وقتی که به نام پیامبر اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگم، از شرم و حیا و خجالت بدن من عرق میکند، آب میشم. به چی خاطر؟ چون نداری از محمد رنگ بو، بر درودی خدمه اعلی نام او. وقتی که تو از پیامبر نه بر سنتی و نه بر رفتاری و گفتاری و کرداری و عمل نداری، پس به این بدهان قرقت نام پاک پیامبر چرکین مساز. وقتی که بزرگای خدایی تا گفته باشن، پس وای بر حال ما. خداوند از شفاعت حبیبش همه ما و شما را، گذشته های ما و شما را، اهل این جماعت، تمام مسلمان دنیا را خداوند از شفاعت حبیبش فردا روز قیامت برخوردار بسازد. و به حرمت اسماء حسنایت پروردگارا و این صلوات ها و امر به معروف و نهی از منکرها، خداوند سهو و خطا و نقصان ما و شما را بخشیده بگرداند و گذشتگی ها را رحمت و مغفرت کند. و الله ذوالجلال اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین غالب و پیروز بگرداند و این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را خداوند پرفیض و با برکات و بی آفت و تنج و امان
در حفظ حمایش نگهبان باشد. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن ذنوبنا يا ارحم